خدمتتون عرض کنم که میریم به سراغ یکی از چهره‌های شناخته شده کنشگر سیاسی و اجتماعی ما در جنوب کالیفرنیا، خانم سودی فرخنیای عزیز، پرزیدنت سازمان ایرانی امریکایی دموکرات‌های کالیفرنیا. ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم بحث ما امشب بحث حزبی نیست، بلکه من از ایشون دعوت کردم و کمک گرفتم برای اینکه مژرهای مهم رو صرفاً به شما معرفی کنند تا بدونید که اگر تمایل دارید به اون مژر رای بدید کاملا با جزئیاتش آشنا باشید. اگرچه که ما فوکسمون روی در حقیقت کانتی هایی خواهد بود که فکر میکنیم ایرانی های بیشتری حضور دارن و مژرهای مهمی که میتونه قطعا در زندگی روزمره شما تأثیر بسیار زیادی داشته باشه. خیلی خوشحالم از اینکه صدای شما رو میشنوم خانم فرخنیای گرامی. ممنون از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و میشنویم فرمایشاتتون رو. درود بر شما و سپاس از اینکه از من دعوت کردین و خیلی در اینجا میخوام از همه شنوندگان شما تشکر کنم که توجه میکنن به این برنامه و امیدوارم اطلاعاتی که بهشون به دستشون میرسه و دیگرانم به اشتراک بذارن، برای اینکه این مشارکت جمعی یک وظیفه نه تنها شخصی هستش بلکه همونطور که شما گفتی یک مسئولیتی هستش که جامعه ما به دوش داره، برای اینکه هم بتونیم کاندیداهای خوبی رو به انتخاب بکنیم و هم اینکه مواردی که به هر حال به رأی عمومی گذاشته شده رو که بعداً در زندگی ما شخصی ما تاثیر خواهد داشت یا به جیبمون تاثیر خواهد گذاشت، بخاطر اینکه بالاخره خیلی از اینا انواع مالیات هایی هستش که میخوان اضافه بکنن، بهشون آگاهی داشته باشیم و بتونیم نه که یه دفعه به همه نه بگیم، چون واقعا خب چرخ کانتی ها نمیچرخه، ولی خب هوشمندانه رأی مثبت به این مژرها یا این پیشنهادات بدیم. بله، بر تقدیر همین پرایمری از اهمیت ویژه برخوردار هست برای رأی نهایی نوامبر. اهمیت این مسئله در کجاست خانم فرخنیای گرامی؟ بله خب سیستم کالیفرنیا اینطور هستش که دو نفری که بالاترین رأی رو بیارن، مهم نیست از چه حزبی باشن، میتونن حزب سبز باشن، اون دو نفری که بالاترین رأی رو میارن بعد میرن و با همدیگه در نوامبر مقابل هم قرار میگیرن. الان مثلا دوستان که برگه رأیشون به دستشون رسیده دیدن که امسال مجبور شدن، چون قانون کالیفرنیا این هستش که تمام اسامی باید روی یک کاغذ باشه، مجبور شدن کاغذ مخصوصی بگیرن که تمام نام 61 نفر که برای فرماندار کالیفرنیا خودشون کاندید کردن روی یک ورقه کاغذ قرار بگیره و خب اینا رو رسوندن فقط به 2 نفری که برن به نوامبر. خیلی مهم هستش چون به هر حال جهتگیری این ایالت که 4مین بزرگترین اکونومی دنیاست، یعنی اکونومی اقتصاد کالیفرنیا از بسیاری از کشورها حتی بزرگتر هستش. خیلی مهم هستش که دست فردی با بینش باز و توانایی درست بیفته و اینجوری هم نیستش که فقط شما بگین صفحه اولش رو من به گاورنر فقط رأی میدم، من که بقیه این آدما رو نمیشناسم به کی رأی بدم. من میتونم به شما اینو بگم که خود منم در همین موقعیت قرار داشتم تا حدود 10 سال پیش که واقعا نگاه میکردم میگفتم من این آدما رو نمیشناسم، نمیدونم به کی باید رأی بدم. و اون موقع میرفتم به سازمانایی که روشون حساب میکردم، حالا مثلا در مورد مسائل زنان یا در مورد مسائل اقلیمی میرفتم نگاه میکردم، گفتم خب اگه یه نفری به از یه کاندیدی توسط چندین ارگانی که به هر حال با یه قسمت‌هایی از عقاید من همسو هستن، اگه این فرد رو اومدن سنجیدن و اسمشون رو پشتش گذاشتن، پس احتمالاً این آدم مناسبی هستش برای رای دادن. خب اون اولش اون بود. دومش این بودش که اوضاع خیلی سخته. واقعا ما داریم با زندگی و آینده کاری یه سری آدم
کسی که کاندید شده که میخواد قاضی بشه و چه کسایی که پرونده هاشون بعداً زیر دست اون قاضی میره. واقعا داریم تصمیم خیلی بزرگی میگیریم و در مورد اون افراد حتی اطلاعات خیلی کمتر هستش، چون اونا رو نان پارتیزن یا بدون حزبی فراحزبی نگاهشون میکنن و واقعا اطلاعات براشون سخت بوده. اگه من میتونم یه جایی رو بگم که من این امسال خیلی دیدم که هوش مصنوعی چه کمک بزرگی کرد، اینی که چقدر از ساعت کاری که من و تیم من میذاشتیم و دنبال میکردیم که این افراد کی هستن و چه کردن رو خیلی کم کرد و اینکه با یک پرامپت درست که اسم اون افراد رو میذاشتیم توی حالا کلاود یا تو هر کدوم از AI که دوست دارن استفاده کنن، چت جی پی تی، با یک کد درست که بهش بگین که مثلا این کارا نباشه، نجات پرست مثلا نباشه، یا مثلا اعتراضات که به این آدم بود شده تا حالا چیا بوده، چند تا کیس رو تا حالا نگاه کرده، امثال تو میتونید خیلی سریع در مورد این افراد اطلاعات خوبی رو به دست بیارید. 670 رو میشنوین و برنامه امروز رو اختصاص داریم به مقوله مهم انتخابات که شما دفترچه هاتون رو بعد تا الان تحویل گرفته باشید، به خاطر داشته باشید که 2 جون آخرین روزی هستش که شما میتونید رأی خودتون رو برگردونید به صندوق ها، یا حالا از طریق پست یا به صورت حضوری، و این مهلت 2 جون ساعت 8 شب بسیار بسیار مسئله مهمی هستش و در این راستا با خانم سعودی فرخنیا داریم صحبت میکنیم، پرزیدنت سازمان ایرانی آمریکایی های دموکرات کالیفرنیا و البته از کنشگران سیاسی و اجتماعی فعال در کالیفرنیا که ازشون دعوت کردم در رابطه با به حال اهمیت انتخابات، مژرهایی که میتونه وجود داشته باشه، بیشتر با شما عزیزان صحبت کنن. بپردازیم به حالا مژرهای مهمی که وجود داره در رابطه با افراد هم اگر فرصت بشه صحبت میکنیم حتما خانم فرخنیای گرامی، اما با توجه به فرصت برنامه ما بپردازیم به حال اون مژرهایی که در زندگی روزمره هموطنان عزیز هم به عنوان بخشی از شهروندان ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا میتونه تأثیر بذاره. بفرمایید از کدوم بخش ترجیح میدید شروع کنیم؟ من اول میخواستم یک چند تا اطلاعات عمومی رو بدم، چون به خصوص شما در مورد روز 2 جون صحبت کردیم. اگر که دوستان دنبال کرده باشن، متاسفانه امسال با تغییر بودجه و اتفاقاتی که توی اداره پست افتاده، نوع اینی که چجوری استامپ میشه اون پاکت، یعنی چجوری اون رو تاریخ تحویلش رو میزنن، این ازش که اون روزی که این پروسس شده، نه اون روزی که شما انداختین توی صندوق. به خاطر همین برای اینکه ما میخوایم حتما رأی همه هموطنان ما به حساب بیاد و انجام بشه، وایسادن تا 2 جون و اینو تو صندوق پست انداختن، تقریبا این هستش که شما یعنی اون برگه رأیتون که روز 2 جون تو صندوق پست رفته باشه به احتمال زیاد به دست نخواهد رسید. با اینکه کالیفرنیا قانونش این هستش که تا 1 هفته بعد از تاریخ 2 جون اگر پاکتی به دستشون برسه که اون استامپ 2 جون رو روش داشته باشه باید بشمرنش. اما با توجه به این تغییراتی که خب خواستن سخت‌تر بکنن رای دادن با پست رو، من از همه خواهش میکنم اگه میخواین، البته هیچ تمرم لازم نداره، اگه میخواین پاکت رو بندازین تو صندوق پست دیرتر از 25 می این کار نکنین، یعنی 1 هفته جلوتر از ددلاین 2 جون. ترجیحاً این هستش که تو تمام کانتی ها جاهایی هستش برای رای دادن و صندوق های مخصوص رای هست که اصلا از طریق پست نیست، یعنی ROV Register of the Voters اونا رو خودشون مستقیم برمی‌دارن و ترجیحاً این هستش که شما برگه هاتون رو تو اون صندوق ها بندازید که شامل این محدودیت اداره پست نشه. چیز دیگه که میخوام تذکر بدم این هستش که خیلی از دوستان اینو پاکت رو پر میکنن میبندن ولی پشتش
امضا نمیکنن و آدرسشون نمی‌نویسن. جوری که شما صحت داده میشه به اینی که شما اون کسی هستین که اون رأی دادین، این هستش که توی ROV اینا اون فایل DMV شما رو، یعنی مثل حالا پرسونال آیدی تونه یا درایور لایسنستون هستش، اینو میارن بالا و امضایی که پشت پاکت هستش با امضای اونجا مچ میکنن. حالا این نیستش که اگه اینا شبیه هم نباشه اتوماتیکلی رأی رو میندازن بیرون. کاری که میکنن این هستش که پاکت رو میذارن واسه اسپیشال هندلینگ. نفر دوم سوپروایزری اینا رو چک میکنه و یه کاری هستش به نام کیورینگ که اینا یه نامه میفرستن یا یه مثل پست کارتی میفرستن در منزل اون شخص و میگن که یه مشکلی مثلا با امضای شما هستش، ما احتیاج داریم که این رو کیور کنیم، یعنی و شما باید رو پشت اون کارت پستال 2 مرتبه امضا بکنید و اون کارت پستال رو برگردونید. تو خیلی سعی میکنن که به رأی شما اهمیت بدن، ولی خب به هر حال هم این از نظر مالی روشون فشار داره، هم از نظر زمانی روشون فشار داره و من دوست دارم که واقعا از همه عزیزان بخوام که نگاه بکنیم، مطمئن بشین که تاریخ و آدرس و امضای شما دقیقاً همون روزی هستش که یعنی همون جوری هستش که روی درایور لایسنستون یا هر نوع استیت ایشود آیدی هستش که کانتی میتونه روش دست داشته باشه. خب در مورد میجرها نمیدونم شاید الان من جمعاً بهتون بگم که در سطح کالیفرنیا 100 تا میجر در 15 تا از کانتی ها الان روی برده های رای هستش. همه کانتی ها این هم نیستش، هر کانتی برای خودش یه سری میجر داره. مثلا اورنج کانتی اصلا برای جون میجر نداره ولی ممکنه تو نوامبر داشته باشه، ولی لس آنجلس 7 تا میجر داره که این 7 تا غیر از میجرهایی هستش که یا داره سعی میکنه مدارس رو براشون اوراق قرضشون رو یا اوراق قرضه جدید بگیره یا تمدید بکنه یا اینکه مربوط به مالیات بر فروش میشه. این 7 تا جزو اون 2 تا کاتگوری نیستن. سان فرانسیسکو 4 تا داره، کنترا کاستا 5 تا داره، سان دیگو 1 دونه داره و کانتی مارین هم 1 دونه داره. اینا رو من بیشتر هایلایت میکنم، یعنی این 5 تا رو از کل 15 تا کانتی، برای اینکه کانتی هستن که تعداد ایرانیای بیشتری درشون زندگی میکنن. یه جالب براتون بگم که مثلا از اون 5 تایی که تو کنترا کاستا هستن 3 تاشون به شهری هستش به اسم پینول. من خودم تا چندین سال پیش این اسمو نشنیده بودم ولی سعادت آشنایی با آقای وینسنت سلیمی رو پیدا کردم که شهردار ایرانی تبار این شهر بودن. البته الان دیگه ایشون در این سمت نیستن، ولی یک از کارهایی که ما میکنیم این هستش که فقط متن رو نمیخونیم بلکه خیلی وقتا توی کانتی مختلف افرادی که تو کانتی زندگی میکنن نامه هایی رو میفرستن به کانتی یا برخلاف اون یا در موافقت باهاش و ما این نامه ها رو میخونیم ببینیم که اون آرگومنت، اون توضیحی که دارن افراد اون کانتی میدن در مورد این مسئله چی هستش و خوشبختانه با تعداد زیادی ایرانیایی که در جای مختلف هستن و به هر حال این نتورکی رو که ما ایجاد کردیم، به فرض وقتی که مثلا من در مورد سان دیگو می‌خواستم نگاه بکنم تماس گرفتم با یعنی همسایه ما خانم افغانی که خیلی اونجا فعال هستن و ازش می‌پرسیدم که خب نظریات افرادی که تو سان دیگو زندگی میکنن در مورد این چیه، سوای اون چیزی که آنلاین معلوم بود. در مورد این سه تا میجرم که در شهر پینول هستش مثلا با آقای وینسنت سلیمی هم تماس گرفتیم که گفتیم ما به نظر میاد که 2 تا از اینا خیلی خوبه ولی یکیش خیلی خوب نیست. نظر شما چیه؟ نظر اون چیزی که شما از جمع میشنوین چی هستش؟ و ایشون هم تایید کردن که اون برآوردی که ما داشتیم در مورد این میجرها یا این پیشنهادات درست هستش. اجازه بفرمایید خانم فرخ‌نیا تا دقایق دیگه با شما همراه خواهیم. جامعه ایرانی در ایالات متحده امریکا یک جامعه است که
ای کاش واقعا در سنساس ما آمار دقیقمون رو مشخص میتونستیم بکنیم و این به دلیل عدم مشارکت ما هست. این عدم مشارکت در مواجهه با شرایط انتخاباتی هم همچین کم نیست، چون بر تقدیر ما یک سری تئوری هایی داریم که از همون سریال دایجان ناپلون که میگفتیم کار انگلیس هاست همواره در ذهنمون مونده که ما چه رأی بدیم چه ندیم اون اتفاقی که قرار باشه میافته، ولی واقعا این گونه نیست و اینجا رأی یک نوع اعتراض مدنی هست، اعتراضی که شما میتونید با خیلی صدای بلند تاییدش بکنید یا ردش بکنید. من با دوستان که صحبت میکنم، حتی یه وقتا که در رابطه با این مژرها صحبت میکنم که اخیراً هم این کارو کردم، بلا فاصله هموطنان ما بر تقدیر دولت ایالتی و حتی کانتی رو متهم به دزدی میکنند، میگن اینا همش حرفه، ولی باور کنید اینگونه نیست. اگر شما به یک مژری رأی آری میدید، ایران نیستش که شما فکر کنید پولی که قرار هست برای فلان کار بره اینا بردارن بدزدن. باید با جزئیات بدونید برای چه کاری قرار هست خرج بشه و برای اون هم هست همه چی پابلیکه، میتونید دقیقاً برید نگاه کنید، هزینه ها رو متوجه بشید. بنابراین خیلی مهمه که ما در انتخابات مشارکت کنیم سوای هر باوری که داریم. امروز با خانم سودی فرخنیای عزیز صحبت میکنم، پرزیدنت سازمان ایرانی امریکایی های دموکرات کالیفرنیا، و مباحث امروز ما فراحزبی است. هیچ ربطی به حزب جمهوری خواه یا دموکرات یا حزب سبز یا مستقل نداره، بلکه صرفا داریم به شما راهنمایی میکنیم که در گوشه و کنار کالیفرنیا هستید، دفترچه های رأی رو دریافت کردید یا قراره در به حال حوزه های رأی گیری مشارکت کنید که باید همین گونه باشه، بتونیم کمکتون کنیم که یه مقداری از جزئیات این مسائل بیشتر با خبر باشید. اما خانم فرخنیای گرامی، ابتدا بپردازیم به ادامه فرمایشات شما و بعد بریم سراغ بحث ادامه ماجرا. بله، در مورد کنترا کانتی صحبت می‌کردیم که بعد اینکه شهر پینول 3 تا مژر داره. مژر بیشون میگه که ما باید هم میر و هم 4 تا سیتی کانسل ممبراشون، یعنی افراد شورای شهرشون رو انتخاب بکنیم، چون الان اینجور هستش که ممکنه که بتونن یک کسی بیاد، یعنی مثلا شهردار میتونه یک کسی رو اپوینت بکنه و اینا دارن اینو ریکوایر میکنن. به این دست میشه که اگه یک نفری نبود، یه وقت اتفاقی واسش افتاد یا انصرافی داد، نمیتونن جای خالی رو همین جوری پر بکنن، باید حتما 2 مرتبه الکشن بشه و در با رأی مردم اون شخص جدید بیاد و جایگزین بکنه. خب این مژر دی یک چیز دموکراتیک هستش و رأی مردم رو داره تشویق میکنه. فکر میکنم که بیشتر دوستان موافق باشن با مژر دی. مژر ای میگه که ترم شهرداری فقط برای شهردار در شهرداری فقط 2 سال باشه، یعنی این همون تعداد سالی هستش که شورای شهر هم هستن، یعنی شما یه دونه شهردار مثلا 4 سال نباشه که الان هست، بقیه 2 سال باشه. تمام کانسل و میر برای 2 سال باشن و حقوقشون هم یکسان باشه، که اینم از نظر افرادی که تو شهر زندگی می‌کنن به نظر میاد که خیلی فیوریبل هستش. در مقابلش خب خیلی وقتا میان یه مژر متقابل قرار میدن. خب گروهی اومدن جمع شدن و این مژر رو امضا گرفتن و این اومده روی برگه ها به مژر اف که میگه نه، میر ترمش بعد 4 سال بمونه. خب مشخصا شما اگه به ای دارین مثبت میدین، به اف باید نه بگیم یا برعکس، چون این 2 تا درست متضاد هم هستن. در مورد 2 تا مژر دیگه شون بهتون بگم که مژر A هستش که این در مورد این هستش که محدوده های جاهایی که اربن حساب میشه، یعنی برای خانه سازی خوب هستش، و جاهایی که برای کشاورزی هستش رو میخوان همینجور نگه دارن، چون اونایی که میخوان خانه سازی بکنن خیلی دائم دارن پوش میکنن که این اربن لیمیت رو هی عقب‌تر بزنن و خب به اون اوپن سپیس یا قسمت‌های سبز رو کمتر بکنن و این ویژه‌ای هستش که خود بورد سوپروایزر کانترا کاستا آورده گذاشته
که فشار از خودتون کم بکنن. یعنی وقتی که مردم اون کانتی بیان بگن که نه تا همین محدود شهرسازی کافیه، ما نمیخوایم ترافیکش بیشتر بشه، میخوایم واید لایف بمونه، دیگه فشار آوردن و پولای بیخود و زمانهای بیخودی رو لازم نیستش که صرف بکنه. آخریش هم تو کانتراکاستا مجر بی هستش که یه سرفکت مجره و میخواد که ممیز 6.25% برای 5 سال به سرفکتشون اضافه بشه. این یک جنرال هستش و علتش این هستش که قانون کالیفرنیا عوض شد که شما اگر که یه سکشوال اسالت لاسوت میکنی، یعنی لاسوتی که به خاطر تهاجم جنسی بوده، میتونه تا حتی 10 سال عقب‌تر بره برای دکیت. قبلا همون مثلا 2 سال لیمیتیشنش بود، ولی خب تو خیلی وقتا این اتفاقات چیزایی هستش که کسایی که مجروح شدن یا به هر حال ظلمی بهشون شده خیلی طول میکشه تا به یه جایی برسن که بتونن بیان در مورد اون آدم صحبتی بکنن. این برای که بتونن که اینا فدرال فاندینگ و فدرال فاندینگ هم کات شده و اینکه اینا ریزرو داشته باشن که اگه لاسوتی پیش بیاد و اینا مجبور باشن جوابگو باشن، این مژر رو گذاشتن که بیان یه همون ممیز 6.25 به سیاستشون اضافه بکنن و با 50% پلاس وان، یعنی با نیمی از رای دهنده ها به علاوه 1، این مژر میتونه پس بشه. این در مورد کانتراکاستا بودش. دارین در مورد وقت چقدر داریم؟ من در مورد اونایی که کمتره بگم. الان ما دقیقاً حدود 1 دقیقه وقت داریم، یه مقدار کمتر. سن دیگو رو میتونم سریع بگم. سن دیگو یه دونه مژر بیشتر نداره و مژر A هستش. این خیلی جالبه چون این تقریبا مشابه اون چیزی هستش، اون لایه‌ای هستش که نیویورک پس شده و اون این هستش که رو خونه‌هایی که خونه دوم هستن و بیشتر از 6 ماه سال اینا خالی هستن میخوان یک مالیات اضافه تعلق بگیره و علتش این هستش که خیلی خونه کمه، رنت‌ها خیلی بالاست و اینا میخوان که تعداد کسایی که فقط میان یه خونه ای رو میگیرن یه ماه 2 ماه بیشتر در سال استفاده نمیکنن این رو یعنی بدونن که یه خرجی برای شهر داره. و در سان فرانسیسکو هم قبلا 2022 یه چنین اینیشیتیوی انجام شد و خیلی با تعداد کمی این تونست پس بکنه. بله. و بعد از 2 سال هم اصلا اون چیز کردن به خاطر کورت دیسیژن دیگه اون مالیات رو نگرفتن. سن دیگو یه فکر میکنم یه بخش کوچکیش مونده، میخواستی توضیح بدید اون رو بفرمایید و بعد بریم. اصولا این دیگه برمیگرده به دیدگاهی که افراد دارن. اگر فکر میکنن افراد پولدار هستن که دارن فقط خونه میگیرن، حالا فقط افراد هم نیستن، این متاسفانه کورپوریشن هایی هستن که شما دارن تبلیغشون رو میبینین که میگن که ما در هر شرایطی باشه خونه‌تون رو میخریم، کش هم میخریم، خودمون تعمیرش میکنیم و خونه ها رو میذارن و از اون خونه ها استفاده میکنن برای در حقیقت اجاره دادن و اینا رو به یک کامادیتی استفاده میکنن. برای اینکه این رو یه ذره سخت‌تر و یه مقدار از نظر مالی اترکشنش رو از بین ببرن، جذابیت این کار رو از بین ببرن، این پیشنهاد کردن که اگر که این خونه دوم کسی هستش در اون شهر و بیشتر 6 ماه خالی هستش بهش یک مالیات تعلق بگیره. همونجوری که گفتم در سان فرانسیسکو این اتفاق افتاد، پس کرد، بعد از 2 سال یک کورت کیسی اومد و جلوش گرفت. اما فکر میکنن در سن دیگو جوری که این نوشته شده متفاوته از سان فرانسیسکو، شبیهش هم الان در نیویورک پس شده و خب دیگه افراد که تو سن دیگو هستن بر اساس اون طرز فکری که دارن میتونن رأی مثبت یا منفی بدن بهش. بله. خب بریم سراغ لس آنجلس. خب لس آنجلس ما میدونیم که خیلی آماده فیفا بوده و یعنی مسابقات جام جهانی فوتبال بوده و همچنین که المپیک که میخواد بیاد و متاسفانه بر اساس اتفاقاتی که افتاده احتمالاً دوستانم شنیدن که فیفا از یک تعداد زیادی از بلوکی که از هتل‌ها رو کرده بود اونا رو
آزاد کرده. یعنی تعداد افرادی که فکر می‌کردن توریستایی که قراره بیان به کالیفرنیا و سایر جاها کمتر خواهد بود. ولی خب شهر کلی خرج کرده برای اینکه بتونه آمادگی پیدا بکنه برای این مراسم و میخوان از این یک جهش در تعداد افرادی که مثلا در هتل هستن یک استفاده بکنن که بتونن کمی از اون خرجا رو ریکوپ بکنن، بتونن پس بگیرن. در نتیجه 2 تا هتل تکس وجود داره. یه مژر TC هستش که میگه که 14% اون ترانزینت آکیوپنسی تکس که اون پولی هستش که فقط به اون مهمان توی اون هتل هستش تعلق میگیره، یا هتل یا موتل یا شورت ترم رنتال که 30 روز یا کمتر باشه، این اضافه بشه و بشه 14%. و خب این یه چیزی هستش که به افراد معمولی که ساکنین خود کالیفرنیا هستن تعلق نمیگیره. این فقط به مهمانایی که وارد لس آنجلس کانتی میشن تعلق میگیره. دومیش هم از مژر TT که اون میگه که برای خود شهر لس آنجلس اگر که این رو تکس رو از 14% ببریم به 16% تا 2028 و بعد از 2028 برگردونیمش به 15%. یعنی 2% الان تا 2028 بره بالا و کلاً 1% هم از 2028 به بعد بره بالا، که فکر میکنن که حدود 44 میلیون دلار پول میتونه این به وجود بیاره برای شهر و این کمک هم میکنه برای که خیلی از کسایی که تو هتل‌ها کار میکنن و ممکنه که اینا احتیاج داشته باشن حقوقشون اضافه بشه یا اوورتایم بگیرن، این کمک میکنه به اون پولی که باید جمع بشه برای این کار. و بازم این ترانزیت تکس هستش فقط به افرادی هستش که اینجا میان و از هتل‌ها و شورت ترم استفاده میکنن. به افرادی که ساکن کالیفرنیا هستن مگر اینکه دارن میرن هتل تعلق نمیگیره. یک مژر دیگه هستش که مژر CV هستش. این در مورد مالیات گرفتن از بیزنس های ماریجوانا هستش که لایسنس ندارن و این واقعا گمراه کننده است و ما خیلی در مورد این مسئله تحقیق کردیم. کانسول ممبرایی که میگن که فکر میکنن اگه این کارو بکنن 70 میلیون دلار میتونن حتی توی سال اول پول جمع بکنن. خب افراد دیگه هستن که مخالف هستن، فکر میکنن که این اگزاجره هستش که 70 میلیون پول جمع میشه و کلن این هستش که خب شما باید برین در یعنی که جاهایی که ماریجوانا رو بدون لایسنس میفروشن رو ببندین، نه اینکه چیز بکنن این رو برن ازشون مالیات بگیرن، یعنی لایسنس نگرفتن و بگن خب تشویقش میکنن. کسی دیگه میگن اینا که به هر حال دارن کار میکنن پس بریم ما ازشون پول بگیریم و صحبتشون این هستش که آل کاپون اون گنگستر معروف آخرش از کارهای غیرقانونیش نگرفتنش، بابت مالیات ندادن گرفتنش. به هر حال این دیدگاه شما نسبت به نوع این بیزنس ها و چقدر براتون مهمه که لایسنسینگ باشه. سازمان ما پوزیشنی روی این مژر نگرفته بابت اینی که میگم اصلا کانسپت اینی که ما بیایم مالیات بگیریم از جایی که لایسنس نداره، نمیدونم اصلا چه جوری میخوان این رو بتونن به اجرا بذارن. بعدی هستش مژر 1 دقیقه وقت داریم خانم فراخنی گرامی. بله این مال شهر سیرا مادره هستش که میخواد یه استیت مندیت هستش که اینو میخوان اووررایت بکنن. این بسیار به اسمش استیت گند لیمیت هستش. این از 1979 هستش و ایالت یک ریستریکشنی داره، یه محدودیتی داره که کل تمام مالیاتایی که تعلق میگیره بیشتر از یک بیسلاینی که الان 45 سالش هستش نمیتونه بالاتر بره و این خیلی محدودیت وجود میاره که حتی اگه رای دهنده ها رای مثبت بدن، اگه جمع مالیات در اون بالاتر از اون مژر بره
باعث میشه که اینا نتونن اون تکس رو جمع بکنن. برای همین اینا اومدن از رای دهنده خواستن که بتونن یه نامه بنویسن به ایالت و ازشون بخوان که اون کانستیتوشنال کپ رو اکستند بکنن برای شهر سیرا مادره. بله دوستان، من علیرضا حکمت‌چهار هستم و میزبان خانم سودی فرخ‌نیا، پرزیدنت سازمان ایرانی آمریکایی های دموکرات کالیفرنیا و در رابطه با مقوله مهم انتخابات بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی با شما داریم صحبت میکنیم. خب بر تقدیم میدونید فصل انتخابات که میرسه، خیلی ها انتخابات رو صرفا انتخابات ریاست جمهوری میدونن یا یه مقداری فراتر میرن سنا و کنگره میدونن، یه مقداری فراتر میرن مسئله به حال فرمانداری میدونند. ولی به خاطر داشته باشید که این انتخابات خیلی به حال ریز و درشت‌های زیادی درش نهفته شده که چه بسا وقتی یک رئیس جمهور انتخاب میکنید اونقدر تأثیر در زندگی شخصی شما نداشته باشه که به لوایحی که نمیدونید چی هست یا رأی نمیدید یا اشتباهی رأی میدید در مثلا محل زندگیتون تاثیرگذار باشه. بنابراین این لایحه‌ها، این لوایحی که وجود داره، مژرهایی که وجود داره، اینها خیلی حائز اهمیت هستن. لایحه‌هایی هستند که واقعا اگر به سادگی ازشون بگذرید ممکنه که رأیی بیارن که در زندگی شما تاثیر منفی داشته باشه یا برعکس. اون چیزی که مهمه اینه که شما بدونید این لوایح چیه، این مژرها چیه و بعد بر اساس دانش خودتون، تصمیم خودتون بهش رأی بدید. دست کم میدونیم که مشارکت کردیم و صدای خودمون رو نشون دادیم، اعتراض خودمون رو رسوندیم. این خیلی مسئله مهمی هست. حالا تا برسیم به حال به مسئله شهردار، بعد به مسئله فرماندار، بعد به کنگره و سنا و ریاست جمهوری و این داستان ها. امروز در رابطه با این انتخابات پیش رو با شما صحبت میکنیم که 2 جون روز نهایی است. البته همونطور که خانم فرخ‌نیا خدمتتون توضیح دادم به خاطر مسائل بودجه یه مقدار این تاریخ‌ها خیلی پیچیده شده. قبلا شاید اگر نامه پستی شما مهر ساعت 7:59 مثلا نمیدونم 2 جون رو هم میخورد، موظف بوده کالیفرنیا تا یه هفته بعد بشمره، ولی الان قوانین تغییر کرده. بنابراین بهتره که یک جوری اقدام کنید که مطمئن باشید برگه رأیتون شمرده خواهد شد. بنابراین چه بسا نگذارید لست مینت کار رو انجام بدید، یه چند روز جلوتر این برگه ها رو پست کنید یا اینکه در صندوق های رأی مشارکت کنید. این مسئله امضا هم که باید اون برگه هایی که امضا میکنید با درایور لایسنستون همخوانی داشته باشه رو جدی بگیرید که چک میکنن تا مطمئن باشن که خودتون این کار رو انجام دادید. اما از سیرا مادره قرار هست به کجا بریم خانم فرخ‌نیا اگر اونجا تموم شده؟ بله، در مورد سیرا مادره میخوام خیلی سریع بگم که این مژر GL نه تکس جدید به وجود میاره نه پروگرام جدید به وجود میاره، ولی اون محدودیتی که ما قانون اساسی کالیفرنیا داره که اگر جمعاً اینا رو هم دیگه بیشتر از 1% برن، باید اون پولی که جمع میکنن، مالیاتی جمع میکنن، به فرض میگیم مثلا میگیم 2% روی سیلز هستش، خب ولی مثلا خب حالا یه دفعه خوشبختانه اون شهر بیزنس ها خیلی فروش میکنن، سیلزشون انقدر میره بالا که بیشتر از اون چیزی که اینا فکر میکردن مالیات دستشون میاد. خب وقت اگر که این بیسلاین تغییر نکنه باید به تکس پیرر ریفاند بدن که اون خودش یه خرج و کار بزرگیه که شما اینا ریفاند بدید و این پولی هستش که واقعا برای ریزرو تو شهر لازم هستش. تو علت که سیرا مادره گفته که ما میخوایم این لیمیت رو برای ما پوش بکنیم به خاطر این هستش و برای همین هم هستش که تو خود شهر افراد شهر خیلی این رو اکثرا ازش حمایت میکنن. خب الان میخوایم بریم شهر مانری پارک و این یک چیز خیلی بزرگیه. الان در ایالت یوتا، در چندین جای دیگه حتی کالیفرنیا خیلی مسائل صدا کرده. تو مانری پارک اونجایی هستش که شهرها دارن به این دیتا سنترهایی که میخواد درست بشه که خیلی خیلی برق استفاده میکنن، خیلی خیلی برای خنک نگه داشتن کامپیوترها از آب استفاده میکنن. مردم اون شهرها
کاملا اعتراض دارن و پوشبک میکنن و میگن که ما این دیتا سنترها رو تو شهرمون نمیخوایم و این آردی از طریق شهرداری اون زونینگ رو قبول نکردن، ولی الان اووردنش گذاشتنش روی مژر که کل یعنی افراد اون شهر، نه فقط اعضای شورای شهر این رو رای دادن، کل افرادی که تو شهر هستن بیان رو این رای بدن که به هیچ وجه اجازه نمیدن که توی شهر مانوری پارک دیتا سنتری وجود داشته باشه که بخوام بیت کوین ماین کنن ها. خب حالا هر کی دیتا سنتر، نه آخه شما حساب اینم بکنید که تو مانوری پارک بزرگترین کسی که توی مانوری پارک هست چیه؟ سادن کالیفرنیا ادیسون، هدکوارترش تو مانوری پارکه. یعنی اینا میخوان بیان اونجا و این یه فشار زیادی روی برق و اینا میذاره و میگن خیلی فالس پرامیسز وجود داره و برای همین هستش که این مژر NDC که تنها مژری هستش که تو شهر مال خود شهر مانوری پارک هستش خیلی خبرساز شده و تو سوشال میدیا و اینا میبینین که چقدر در موردش احتمالاً دیدین که صحبت میشه، ولی این مختص این شهر نیست. همچنین گفتم مثلا تو یوتام خیلی الان صدا کرده، جاهای مختلف از اصولا مردم خیلی با بهشون میگن که خب اینا کار ایجاد میکنه ولی میگن صفایت رو به لقایتون بخشیدیم، کارشو نمیخوایم، آب و برقمون هم نمیخوایم صرف چنین چیزی بشیم. خب بعدی میریم شهر کارسون، مژر FW که در مورد فایرورکس هستش. این پرمیت میده که شما فایرورکس برای 12 تا استند داشته باشن که میتونن فایرورکس بفروشن، ولی فقط روز ایندیپندنس دی. من بالا حالا فکر میکردم تو کالیفرنیا واقعا چنین قانونی عمومی هستش، اما از قرار در شهر کارسون اینجا خیلی زیاد میان و تعداد زیادی استند میذارن و اینا خواستن لیمیتش بکنن به اینی که تا 12 تای اول که لایسنس میگیرن دیگه به لایسنس ندن بیشتر از اون، و این رو گذاشتن که مردم اون شهر اپروف بکنن که این لیمیتیشن 12 تا استند رو دیگه برای شهر کارسون داشته باشن. بله اصلا باید محدودش کنن فقط به این برنامه‌های دیجیتال درون. دیگه داره دنیا عوض میشه، هنوز تو فکر آتش بازی واقعا آلودگی صوتی و این حیوانات خانگی و اصلا خیلی بچه‌ها و نوزادان و یه داستانی افراد مسن و خیلی اوضاع احوال واقعا خیلی این علاقه. من تو شهر میشن بیهو زندگی میکنم که ما لک میشن بیهو هر سال فایرورکس داره و هر سال ما میریم و به این بورد اینا میگیم که آقا این انقدر با درون و این چیزا و دیجیتال دارن کارهای قشنگ میکنن، بس این آلودگی به وجود میاره، اما یه سری افراد هستن که خیلی نوستالژیک هستن در مورد فایرورکس و میگن دیگه شما میخواین حتی ایندیپندنس دی از ما بگیرین و این رو پاس میزنن. مجله خبری 670 رو گوش میکنید و در رابطه با مبحث مهم انتخابات و فصل انتخابات و مژرهایی که وجود داره با شما از اون صحبت میکنیم. اما کانتی های مختلف رو بررسی کردیم. الان در لس آنجلس هستیم و با اتفاق خانم فرخ‌نیا پرزیدنت سازمان ایرانی آمریکایی های دموکرات کالیفرنیا بدون در نظر گرفتن مباحث حزبی این مژرها رو به شما معرفی میکنیم که بدونید چی هست و چطور با تصمیم گیری درست از دید خودتون بتونید بهش رای بدید. ما آخرین بحثمون مسئله کارسون بود و آتشبازی روز استقلال ایالات متحده امریکا. اما بفرمایید خانم فرخ‌نیا دیگه. بله. بعدی در کانتی لس آنجلس اتفاقا شهر اینگلوود هستش که یه مژر آی داره، درست برعکس کارسون که میگن لیمیتش کنیم و 12 استند بیشتر نباشه. اونا دارن میگن که نه اصلا احتیاجی نیست، safe and sane fireworks رو باید بتونیم در تمام سال هر چقدر بخوایم بفروشیم و اینا میخوان که اون لیمیتیشنی که الان تو شهر اینگلوود هستش رو کلاً بردارن. حالا دیگه اگه افراد براشون پابلیک سیفتی و اون به هر حال چه میگن نویز پولوشن و اینا براشون اگه مهم هستش که
خب نمیگن به این. اگرم فکر میکنن که نه هر موقع هر کی دلش خواست ازتونه بره فایرورکس تو شهر اینگلوود بخره، خب مشخصا حالا این خریدنش یه طرف، استفادهش چطور؟ اونم نه اصلا میگه این در مورد فقط فروشه، این در مورد فروشه. بله. حالا بعد دید که چون خب خیلی از شهرها هستن که اصلا فایرورکس خصوصی ممنوع هست، آتش بازی خصوصی اجازه این کارو به شما نمیدن. دقیقاً همینطور هستش. البته به هر حال بازم میبینیم که اتفاق میفته، به خصوص برای ماهایی که من که خودم بودم، من به هر حال ماها ایرانیایی که جنگ زده هستیم، اون موقعی که ایران به هر حال موقعیت داشتش که ضد هوایی استفاده میکرده، خود در خاطره من که از جنگ ایران عراق هستش، من تا سالها به خصوص اگر در روز چهارشنبه فورت آف جولای نبوده که من توقع داشته باشم که فایرورکس باشه، اگه یکی فایرورکس میزد باور کنین بلافاصله در اون حس جنگ بودن میافتادم. و برای خیلیا و به خصوص کسایی که حیوانات خونگی دارن یا آدمای مسن یا بچه کوچیک دارن، واقعا اینا میتونه خیلی آزاردهنده باشه. بله متاسفانه. و بریم به کانتی مارین که اونجا خب ایرانی زیاد هستش. یک دونه مژر دارن، این در سونومو مارین هستش. برای احتمالاً اگه در اونجا رفتیم یه خطوط قطاری دارن به نام سمارت ترین هستش که اینا بسیار چیز ریل ترانزیت خوبی هستش و الان یه سیلز تکسی داره که فقط کوارتر آف سنت، یعنی 25 سنت هستش که این قرار بوده که در 2029 این رو میخوان اکستندش بکنن و اینو گذاشتن تو در یعنی در ولایت جون 2026 که بدونی که تکسش اضافه بشه. همین تکسی که داشتن میدادن رو میخوان ادامه بدن برای 3 سال دیگه که این میتونه خیلی کمک میکنه به افراد مسن و جوونا، اسنشیال ورکرها، کسایی که درآمد پایینی هستن، ترافیک رو کم میکنه و فکر میکنن که این نزدیک 51 میلیون دلار برای خرجی که این ترانزیت داره میتونه ادامه بده و این درآمد داشته باشه و میخوان که افرادی که توی اون کانتی هستن اینو اپروف بکنن که این 25 سنت ادامه پیدا بکنه تا 3 سال آینده. بله. خب من فکر کنم که در مورد ما هست 8 کانتی که گفته بودیم که بزرگترین تعداد ایرانی‌ها رو دارن. نه در مورد سان فرانسیسکو صحبت نکردیم. بریم به شمال. بله بریم به شمال. خب شمال بودیم دیگه، مارین هم شمال بود، یه ذره از مارین میای پایین‌تر میریم جنوب‌تر. بله. سان فرانسیسکو خدمتتون معرفی بکنم که خیلی هم بحثش داغه اونجا. خب سان فرانسیسکو مژر سی دارن که میخوان که بیزنسایی که تا 7.5 میلیون دلار فروششون هستش اینا به کاری به مالیاتی که به اگزیکتیواشون میدن نشته باشه و این فکر میکنن که یه نگوشیتد ترمی هستش، یعنی سیتی کانسل و چمبر کامرس فکر میکنن که خب اینا یه نگوشیتد ترمی دارن با بیزنس گروپ های مختلف و اگر که این سی پس بشه تمام کاری که اونا انجام داده بودن روی این مسئله رو این بیزنس تکس از دست هم درآمد شهر از بین میره و هم که بالاخره کاری که یونیون ها و گروه های مختلف با این بیزنس ها بهار به نگوشیت ترمایی که داشتن میاد و اون رو آفست میکنه و کسایی که واقعا مخالف این هستن و سعی کردن که یعنی موافق این مژر هستن و خواستن که این مژر رو بیارن والگرین و هوم دیپو هستن. حالا شما اگه دوست دارین که اون دوتا رو سپورت بکنین به این رأی مثبت میدین، اگه میخواین که بارگنینگ پاور برها سنفای مختلف رو سپورت بکنین بهش رأی منفی میدین. در مورد مژر بعدیشون مژر دی هستش که اینم میاد و میگه که اگر که اون تاپ اگزیکتیوهای یک
جایی 100 برابر میدیان درآمد کارمنداشون دارن حقوق میگیرن، اینا رو باید بهشون یک مالیاتی تعلق بگیره، یعنی به اون بیزنس تعلق میگیره. یعنی میگه که شما مثلا $10 میدیوم این هستش، میدین این هستش که به کارمنداتون دارین حقوق میدین، ولی دارین به اگزیکتیوهای اونجا $1000 میدین، یعنی 100 برابر میدین ایمپلویی ها دارین میدین، پس بیاین و یه مالیاتی به این بیزنس ها میدین. اینو بخوان تشویق بکنن که این تفاوت نباشه و به خاطر اون بیل که آقای ترامپ خیلی دوستش داره به اسم بیگ بیوتیفول بیل، چون از هلت کیر خیلی پول کم شده، میخوان با این مالیاتی که میگیرن جای اون پولی که برای هلت کیر از دست رفته رو بتونن پر بکنن. این به هر حال فقط شامل به هر حال شرکتایی میشه که پولای خیلی گزافی داره به رؤساشون میدن. دوستان، برنامه ویژه مجله خبری 670 رو میشنوید به مناسبت فصل انتخابات و در رابطه با مژرهای مهمی که میتونید به اونها رای بدید در محل سکونت خودتون، در کانتی محل سکونت خودتون با شما از اون صحبت میکنیم، با این امید که بتونیم اطلاعات خوبی رو بهتون منتقل کنیم و به حال تصمیم صحیح رو در رابطه با انتخابات بگیرید. اصلا بحث این نیستش که انتخابات شرکت نکنید، یعنی انتظار اینه که واقعا در این مشارکت مدنی به صورت فعال واقعا حضور داشته باشید و حتما در انتخابات شرکت کنید. صرفا بدونید که در محل نزدیکی محل اقامت شما، کانتی که درش اقامت گزیدید، چه کدوم یکی از این مژرها میتونه به حال وقتی که پس بشه برای شما خوب باشه یا خوب نباشه. این خیلی مسئله مهمیه. باور کنید یه وقتا از انتخابات ریاست جمهوری تأثیرش در زندگی شخصی شما به مراتب بیشتر هستش. خب بفرمایید خانم فرخ‌نیایی گرامی، ببینیم که بعدی چی هست. دو تا مژر دیگه در سان فرانسیسکو هستش. یکیش مژر A که در مورد امنیت در زمان زلزله و برای کارهای اورژانس هست. اینا میخوان که یه اوراق قرضه $535 میلیون ارائه بدن که بتونن اون زیرساختایی که برای امنیت زمان زلزله هستش رو بتونن اون رو پر بکنن. و این یک اوراق قرضه هستش که الان هست، هیچ تکس جدیدی نداره، بیشتر یک مژری هستش که میخوان این رو ادامهش بدن و تنها گروهی هم که این رو داره باش مخالفت میکنه که اونا معمولاً با هر نوع مالیاتی و پولی مخالفت میکنن، هاوارد جارویس ارگانیزیشن هستن. یعنی اونا تنها کسی بودن که ما دیدیم که به هر حال نامه مخالفت روش نوشته بودن. ولی به هر حال این یه سیتی بانک هستش، اوراق قرضه است، مالیات اضافه نمیشه چون اوراق قرضه رو میفروشن، یه پول بهره‌ای به هر حال به اون کسی که این اوراق قرضه رو خریدن میدن. اونا سود میبرن، شهر هم سود میبره و انشالله که شهر یعنی امن‌تری باشن. مژر دیگه مژر بی هستش و این بسیار صدا داره و خیلی بحث درانگیز هستش. خیلی هم جالب هستش که مثلا گاورنر جری براون که قبلا گاورنر کالیفرنیا بودن مخالفش هستش، ولی اون افرادی که دنبال روی نانسی پلوسی هستن و سنترال کمیتی سان فرانسیسکو و حتی یانگ دم تو سان فرانسیسکو خیلی موافق این هستن. و دلیل بر این هستش که این مژر اینه که الان نوشته که یک نفر میتونه 2 تا 4 سال به عنوان شهردار سان فرانسیسکو یا بورد اف سوپروایزر توی سان فرانسیسکو انتخاب بشه. میگن که تو 1990 وقتی که اینو نوشتن منظورشون این باشه که بوده که لایف تایم باشه، یعنی یه نفر وقتی اومد
حالا چه میخواد 2-4 سال پشت سر هم این کار کرده باشه یا مثلا 4 سال بوده رفته مثلا 4 سال دیگه، وقتی جمعاً 8 سال تو این کار بوده دیگه نمیتونه برای همون پوزیشن بره. خب ما میدونیم که تو کالیفرنیا کل legislative limitation لایف تایم 12 ساله دارن. حالا میتونه کانسکیتیو باشه یا میتونه جدا جدا باشه. نهایتاً هیچ کسی مثل که الان که گاورنر کالیفرنیا باید کناره‌گیری بکنه به خاطر که ترم اوت شده، حالا میخواد تو سنات باشه تو اسمبلی باشه، اینا بیشتر از 12 سال تو تمام عمرشون نمیتونن تو همون پوزیشن باشن. ولی خب خیلی وقتا دیدیم که وقتی دارن نزدیک میشن مثلا که تو اسمبلیه میاد حالا برای سنا ران میکنه، اگه تو سنات مثلا میاد میره برای لیوتننت گاورنر ران میکنه، ممکنه تو پالیتیکس بمونن ولی تو همون پوزیشن به خصوص دیگه نمیتونن بمونن. حالا اینا اومدن تو سان فرانسیسکو دارن حتی محدودترش میکنن، میگن 2 تا 4 سال به جای مثلا 12 سال 2 تا 4 سال تمام لایف سال. و خب میگم حتی بین دموکرات هم یا بین ریپابلیکن هم مخالفت هست. بعضی میگن که این ایجیزم به وجود میاره، بعضی میگن که نه این با قانون اساسی امریکا هم خونی داره، نه حالا نسیسری مال کالیفرنیا که اونم بیشتر از 2 تا 4 سال نیست. در نتیجه همونجوری که پرزیدنت هم توی امریکا بیشتر از 2 تا 4 سال نمیتونه ران بکنه، پس میر و بورد و سوپروایزر شهر سان فرانسیسکو هم بیشتر از 2 تا 4 سال تمام عمرش نباید بیشتر بتونه ران بکنه. و اینو خب نگاه کردن که توی 6 تا ایالت که تو آیداهو، یوتا، مساچوست، اورگان، واشنگتن و وایومینگ اومدن و این کارو کردن، نهایتاً بعداً اومدن به دلایل مختلفی فرد مناسب پیدا نمی‌کردن اون کار انجام بده، ریپیلش کردن و 2 مرتبه کردنش 12 سال. تو آرکانزاس و میشیگان هم جدیداً همین اتفاقی افتاده. تو لس آنجلس ترم لیمیتای از 2 ترم به 3 ترم در 2006 چیز که از اکستند شد، یعنی اضافه شد، یعنی ما الان 12 سال داریم برای لس آنجلس. تو شهر دنور هم همینطور هستش. به هر حال ریسرچ خیلی زیاده، مخالف و موافق داره و نهایتا این هستش که آیا کلمه لایف تایم رو به این محدودیت 2 تا 4 سال اضافه کنن یا اینکه همینجوری بذارنش که 2 تا 4 سال بمونه. این هم از مژرهای سان فرانسیسکو. من میخواستم اگه فرصت هستش در مورد اون 2 تا کاتگوری بگم که ما 50 تا مژر دیگه وجود دارن که اینا یا تو سکول باند قرار میگن، یعنی اوراق قرضه مدرسه قرار میگن، یا سیلز تکس هستن. 1 دقیقه وقت داریم، بفرمایید. آها، آیا این آخرین 1 دقیقه مونه یا بعدا میتونیم ادامه بدیم؟ نه، میتونیم یک بخش دیگه هم ادامه بدیم. اوکی، بسیار عالی. پس من یه صحبت دیگه ای رو میکنم، بعدا برگردیم در مورد این صحبت کنیم. من میخواستم بگم همین اطلاعاتی که ما الان به اشتراک گذاشتیم و در مورد کانتری دیگه که صحبت نکردیم، در مجله الکترونیکی ایران پست که آقای گوهرزاد لطف میکنن و مدیریت میکنن، این مطالب به زبان فارسی و زبان انگلیسی با به عنوان ووتر گاید های یک صفحه‌ای اونجا درج شده در مورد یه راهنمایی در 5 از بزرگترین کانتی‌ها که الان در مورد صحبت کردیم برای قضات هم هستش و خب یک کاندیداهایی رو هم که ما اسپانسر کردیم. ولی به خصوص در مورد مژرها و در مورد قضات من و کلا روزهای مهم و شرایطی که باید در نظر بگیرید خیلی تشویقتون میکنم که به ایران پست مراجعه بکنین و اونجا به فارسی و انگلیسی هستش، یا اینکه میتونین برین روی iraniandem.org و اونجا مطالب فقط به انگلیسی در دسترستون هست. خب در آخرین بخش از ویژه برنامه مفصل انتخاباتی این دوره هستیم و همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی مهم هست که ما ایرانی ها هم با مشارکت خودمون بتونیم نشون بدیم که صدایی داریم و نقش حائز اهمیتی در انتخابات میتونیم ایفا کنیم. به این ترتیب هست که نامزدهای انتخاباتی قطعاً روی جامعه ایرانی حساب ویژه‌ای باز میکنند. در کنار بنفیت هایی که به خود ما میرسه
میتونیم نشون بدیم که ما کاملا میتونیم تاثیرگذار باشیم در انتخابات ایالات متحده امریکا. ضمن این که خب به یک شکلی شما دارید یک اعتراض کاملا مدنی انجام میدید نسبت به اون کاری که نمیخواید صورت بگیره، اما بر تقدیر حتما بهتون پیشنهاد میکنم که برنامه امروز رو که من بعداً مجددا براتون بازپخش میکنم بهش توجه بفرمایید. امیدوارم تا الان هم توجه کرده باشید و به این ترتیب بتونید این آگاهی رو بهش رسیده باشید که در محل اقامت خودتون چه مژرهایی داره صورت میگیره که بخواین بهش پاسخ بله یا خیر بدید و بر تقدیر این مسئله همونطوری که عرض کردم میتونه از انتخابات کانگره و سنا و چه بسا ریاست جمهوری در زندگی شخصی شما تأثیرگذاری بیشتری داشته باشه. خانم سودی فرخنیا، پرزیدنت سازمان ایرانی آمریکایی های دموکرات کالیفرنیا، میهمان من هستند. بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی در رابطه با این مژرها برای شما عزیزان صحبت کردند و در بخش آخر برنامه هم بپردازیم به حال باقی مانده صحبت های ایشون. میشنویم خانم فرخنیای گرامی باقی توضیحات رو. بله خیلی ممنون، سپاس از شما. من خواستم فقط یه توضیح هم بدم که بدونین تعداد چیزهای مختلفی که روی برگه رأی شما هست زیاده. شما الزاما مجبور نیستین روی همه رو رأی بدین. یعنی اگر یه جایی رو شک دارین نمیشناسین، اصلا نمیدونین موضوع چیه، میتونین یه باکسی رو، یه گزینه‌ای رو اصلا به هیچ کدوم رأی ندین و برید سر گزینه بعدی و این رأی شما رو باطل نمیکنه. یعنی شما میتونین به گاورنر رأی بدین، مثلا به اسمبلی ممبرتون، استیت سناتورتون رأی بدین، به مجرا رأی بدین. به فرض اگه اسسر یا کلرک اونجا رو نمیشناسین و یا اطلاعات خوبی به دستتون نیومده، براتون راحت نیست که رأی بدین. البته بعد از اینی که چت جی پی تی یا یکی از هوشمندا رو سوال ازشون کرده باشین ببینین بهتون چه اطلاعاتی میدن، بازم به جایی رسیدین که نمیتونین رأی بدین، مهم نیست، میتونین اونجا رو خالی بذارین، ولی این باعث نشه که شما کلا رأی ندید. و بازم میگم این مشارکت بسیار مهم هستش. خب ببینین یه واقعیتایی وجود داره. از زمان ژانویه 2025 که آقای ترامپ روی کار اومدن، 800 میلیون دلار از بودجه آموزش کالیفرنیا مسدود شده و 148 میلیون دلار از کمک‌های مالی آموزش معلمان لغو شده و این باعث شده که برنامه‌های تابستانی و توسعه حرفه‌ای اینا همه لغو بشن و در حالی هستش که خدمات آموزش ویژه به خصوص برای حدود 851 هزار دانش آموز که دارای معلولیتی هستن در کالیفرنیا تاثیر گذاشته و برای اینکه این کمبود بودجه ها رو ما بتونیم پر بکنیم و باعث بشیم که خیلی از این خدمات برای دانش آموزای بی خانمان، مهاجر، کسایی که آموزش زبان انگلیسی احتیاج دارن یا حتی هزینه استخدام و آموزش معلمین و پزشکان سلامت روان و غیره، این اوراق قرضه مدرسه ها که در بسیار این کانتی ها هستش واقعا مجبورن این کار بکنن، چون راه دیگه ای نیستش و برای اون تحصیلات خاص در هر منطقه‌ای مکانیزم پاسخگویی به این کمبود بودجه فقط اوراق قرضه هستش. اینو خواستم، این یک چیز جمعی کلی هستش که بدونین که چرا در تقریبا در 15 کانتی و در بسیار از شهرها این رو پیشنهاد کردن. در مورد کانتی لس آنجلس به خصوص میخوام بگم که برخلاف اقداماتی که مربوط به مالیات فروش هستش، این اوراق قرضه تعهد عمومی هستش، یعنی شما مالیاتی اضافه نمی کنید، شما فقط دارین با تایید 55% از رای دهندگان اگر که این رو تایید بکنن باعث میشه که امکانات تا 50 سال یا بیشتر بتونه ادامه پیدا کنه، به خصوص به خاطر اینکه خیلی از ساختمان‌های در لس آنجلس که مثلا LAUSA که ازشون استفاده میکنن حتی بیشتر از 100 سال قدمت دارن و وضعیت مناسبی ندارن و در مناطق کوچکتر حتی این فوریت بیشتر هستش. برای همین واقعا من
تشویق میکنن که دوستان به جایی که میبینن پول باند هستش اینا رو رأی مثبت بدن، به خاطر اینکه وگرنه دودش تو چشم بچه‌ها به خصوص افرادی که اسپشال نید هستن میره. بعد در مورد مژرهای دیگه هم که گفتم که در مورد سیلز تکس هستش، بعد جلوتر بهتون یک توضیح دادم که خب کمبود بودجه فقط در مورد مدرسه و آموزش نبوده، بسیاری از اقدامات مالی که از دولت فدرال این پول رو میگرفتن برای اینکه بتونن کمک‌های پزشکی به افراد بدن، به خصوص در مدیکال یا اون مراقبت بهداشتی که یا آژانس‌های حمل و نقل منطقه دیر یا ترانزیت، اینا فاندینگشون رو از دست دادن و این واقعا تاثیر خیلی بدی رو خواهد گذاشت. اما یادتون باشه که ایالت کالیفرنیا سقف مالیات فروش ترکیبی 10.25% داره و در بسیاری از این شهرها اینا آردی به این سقف رسیدن و اینا لازم دارن که بتونن برن و اون سقف رو بتونن براشون تا اینکه مسئله بودجه و مسئله که با فدرال گورنمنت دارن رو بتونن حل بکنن، اینو اضافه بکنن که این پولی که جمع میشه همینجوری حالت عادی، یعنی نه حتی با مالیات بیشتر، ولی با همین پول مالیاتی که مجبور نباشن به خاطر اون سقف مالیاتی این پول رو به مردم برگردونن، بلکه استفاده بکنن برای سرویس هایی که خیلی احتیاج هستش. مثلا توی انتلوپ ولی ممکنه نرخ ترکیبی تا 11.75% بره و اگر یا طرح ای خدمات بیخانمانی تو ساکرامنتو، اینا واقعا احتیاج دارن که این بیس رو بتونن ببرن بالا، یا این سیلز تکس هایی که مثلا با چندین سنت بالاتر میره اینا رو بتونن انجام بدن تا بتونن که اختلالی در سرویس هایی که وجود داره در این کانتی‌ها و شهرها به وجود نیاد. بله، سپاسگزارتون هستم خانم فرخنیا گرامی. به حال ما از همه شما شنوندگان عزیز قطعا دعوت میکنیم که با دانش و آگاهی خودتون نسبت به توضیحاتی که در رابطه با این مژرها دادیم پیش برید. تمام تلاش ما بر این بود که این مژرها رو بهتون معرفی کنیم تا بتونید بهترین تصمیم رو در کانتی محل اقامتتون بگیرید. با به حال همت و لطف خانم سودی فرخنیا به عنوان پرزیدنت سازمان ایرانی آمریکایی دموکرات کالیفرنیا بدون در نظر گرفتن مسائل حزبی از حضورتون خداحافظی میکنیم و تشکر میکنم از اینکه همراه این برنامه ویژه بودید. مرسی فرشاد.